محمد اکرم 60 ساله از بام تا شام بار کراچی میبرد و در تلاش است تا به قول خودش لقمه نان حلالی به خانواده 9 نفره اش فراهم کند. میگوید روزانه 100 تا 150 افغانی عاید دارد. ما خودم این کراچی یک تیره باربری دارم. میشه در روز 1 ساعت 1.5 ساعت میشه لازم بالا نمیشه. پای مردوی شکستگی است. پای چپی ما 3 جای میده است، پای راستی ما 1 جای میده است. قدر کار نمیشه، دیگه کار کردن نمیتونه. از محمد اکرم در مورد کمک‌های بشردوستانه که از سوی نهادهای کمک کننده بشری در نظر گرفته شده میپرسم. که تقریبا 2 سال شد ما هیچ روی کمک ندیدیم که چه رقم است چه رقم نیست. هیچ کس در قصه ما نیست. هارون مسئولیت تأمین نفقه خانواده 10 نفره اش را بر دوش دارد. میگوید در خانه کرایی زندگی میکند و با انتقاد از نرسیدن کمک ها خواستار شفافیت در روند توزیع این کمک هاست. خواست ما این نمیست که بیادر که کمک ها به دست ما بیاید که گفته گم تو مستحق هستی. از من نه مادر دارم نه پدر دارم، هیچ کس ندارم، غیر نمی خودم هستم خلاص. همه بسته خانه را زحمت شما میکشم. هارون که بار کراچی میبرد روزانه 50 تا 100 افغانی در آمد دارد و از نهادهای مسئول میخواهد تا به موزل فساد در روند توزیع کمک ها رسیدگی کند. خب خواستم کمک ها که با ما گفته گم با ما توزیع شود، با مستحق توزیع شود. با این حال برنامه جهانی غذا در گزارشی گفته که این نهاد در 6 ماه اول سال جاری میلادی به 6 میلیون تن در افغانستان کمک توزیع کرده است. در گزارش آمده که این نهاد در نظر دارد تا در ماه‌های آینده به 6 میلیون تن کمک کند و در 6 ماه آینده برای کمک به نیازمندان به 680 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد افزوده که برای کمک به شمار زیادی از این نیازمندان با کمبود بودجه مواجه است. سوال اما اینجاست که این کمک ها چقدر بر وضعیت بشری در کشور تأثیر گذاشته و آیا این کمک ها راهگشای زندگی خوب برای شهروندان است؟ به نظر ما این یک ماموریت زیاد مفید نیست. کمی به اصطلاح humanitarian aid مساعدت های انسانی را که میرسانند سال 2 وجبه میرسه، یعنی 2 نوبت برای غریب نان میرسه و که قیمت هر وجبهش یعنی 2,500 تا 3,000 افغانی ازی بیش نیست، 45 دلار. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که در سال جاری میلادی به بیش از 10 میلیون تن در افغانستان کمک کرده است.